میدونستین استانبول پایتخت ترکیه نیست؟ پایتخت ترکیه شهر آنکاراست. استانبول حتی همسایه مرزی ایران هم نیست. این شهر یکی از دورترین شهرهای ترکیه به ایرانه و حدود 1500 کیلومتر با نزدیکترین مرز ایران فاصله داره. مساحت شهر استانبول 7 برابر شهر تهرانه و جمعیت ثابتش 1.5 برابر از تهران بیشتره. استانبول بزرگترین شهریه که 2 قاره رو به هم وصل میکنه، ولی تنها ترین نیست. 4 شهر دیگه هم در مصر، قزاقستان و روسیه همین ویژگی رو دارن. از نظر منابع و مناظر طبیعی یکی از ثروتمندترین شهرهای دنیاست. فقط مساحت جنگل‌های استانبول 3 برابر کل مساحت شهر تهرانه، یعنی به اندازه 3 تا شهر تهران فقط جنگل داره. استانبول چون بین 2 تا دریای سیاه و مرمره قرار داره، با احتساب تنگه بوسفور 600 کیلومتر نوار ساحلی داره. از نظر اقتصادی 30% از حجم کل اقتصاد ترکیه متعلق به شهر استانبوله. این یعنی به تنهایی از کشورهای مثل فنلاند، شیلی و جمهوری چک هم اقتصاد استانبول بزرگتره. فرودگاه استانبول همیشه رتبه اول شلوغ‌ترین فرودگاه اروپا رو داره. از نظر شاخص امنیت اجتماعی هم استانبول در رده‌بندی جهانی امن‌تر از شهرهای پاریس، لندن، روم و نیویورک قرار میگیره و تقریبا همتراز با برلینه. استانبول 9 تا جزیره داره و از 39 منطقه شهرداری تشکیل شده که 25 منطقه تو قسمت اروپایی و 14 تا تو بخش آسیایی هستن. از کشتی روی آب گرفته تا متروی زیر آب، حمل و نقل عمومی استانبول رو تشکیل میدن. 3 تا پل معروف تنگه بوسفور و یه تونل 14 کیلومتری از زیر آب بخش اروپایی شهر رو به آسیایی وصل میکنن.